تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 24. دوام جنگبازی قاضی. روز دیگر خورشیدشاه با سر زدن نخستین انوار خورشید به جنگ دیوانبگی برآمد. دشت سنگلاخ درآمدگاه نیمده به مکان محاربه تبدیل یافت. قاضی نوکری را پیاده به میدان فرستاد. به مقابل او جوانمرد حضر به میدان گرفت. حریفان تا چاشتگاه زنازن کردند. نهایت نوکر هماورد خود را با ضرب شاف از پا درآورد و خود هم از خستگی پاهایش را به زور کشاله کرده به اردوگاه برگشت. سرچشمه‌ای ها جنگاور نیم زنده خود را به عقبگاه بردند. مرد دیگری به میدان درآمد و حریف خواست، ولی قاضی به بهانه گرم شدن هوا فریاد کشید که محاربه را بعد پیشین دوام می‌دهند. خورشیدشاه هم آن مرد جنگ طلب را از میدان باز خواند. پس از پیشین قاضی خودش پیاده به میدان درآمد و بانگ زد: ای خورشیدک، وقت آن رسید که خودت به جنگ من برآیی تا بدانی که به مقابل شاه شمشیر گرفتن چه جزایی دارد. خورشیدشاه هم شاف سر کتف به استقبال عمکش رفت و در رو برویش ایستاد. قاضی تیغ از غلاف برکشید و گفت: با دقت گوش کن. اگر خواهیم که خلقمان را از این اژدهای آدمخوار نجات بدهیم، من باید تو را بسته به قلعه برم. نترس، به جانت خطری نیست. تو را که گرفتم به آدمانت امر کن که گریزند. مرد باش. من به گپت باور ندارم، اعتراض کرد خورشیدشاه. این کارت فریب بیش نیست. ای بچه، اگر من شکست شما را می‌خواستم در روز اول برای مصلحت نمی آمدم و این کار را می‌کردم. گمان نکن که کاردار دربار شده از خویش و اقربای خود روی گرداندم. من همان عمکت که بودم هستم. به گپ من کار کن، نباشد شاه از من در گمان می‌افتد. آنگاه هم سر من برباد می‌رود و هم سر شما. آهنگ گپزنی قاضی طوری بود که در دل خورشیدشاه دیگر شک و گمان نماند. وی سر جنباند و شافش را به کار انداخت. عمک و جیان گاه شمشیر می‌زدند و گاه مشت و لگد. جنگ آنها دیرگاه دوام کرد. سپاهیان هر دو جانب دلتنگ و افسرده شدند. بناخواست قاضی خورشیدشاه را سر دوش برداشته به زمین زد و از گریبانش داشته به پا راست کرد. خورشیدشاه هر چه قوت داشت فریاد کشید: گریزید که همتون را میکشند. قاضی هم داد زد: جهانگیر در بحشور کشته شد. شاه با لشکر کلان به اینجا می آید. گریزید که خانه‌خیز کشته می شود. این سخن کار داد. شورشگران از دستگیر شدن سپهدار به واهمه افتاده رو به ده آوردند. قاضی دستان خورشیدشاه را بسته به لشکرگاه آورد و فرمان داد که به سرای سنگ برگردند. او به گردن جیانش کمند انداخته به قاش زین بست و به اسب نشست و پیش سپاه به راه درآمد. شب نیم شده بود که به هیچ مانعه به کوشک رسیدند. پاسبانان از بالاخانه آواز برآوردند که نزدیک نآیید، میپرانیم. قاضی بانگ زد: من دیوانبگیم، از جنگ برگشتم. به شاه خبر دهید که دشمن را سرکوب کردم و سرکرده شورش را اسیر آوردم. پس از مدتی دروازه را گشادند و قاضی با اسیر و سپاهش به کوشک وارد شد. محبت خان قاضی را در نزد دروازه پیشواز گرفت. شب نیم شده باشد هم شاه لباس جنگی در بر داشت و در روشنی ماه شام خورده پرصلابت‌تر میتافت. بارک الله قاضی، ندای خرسندانه محبت خان از طبع بالیده او درک میداد. غلبه مبارک، خدا مبارک. دست به او دراز کرده شاه را فشرده پاسخ داد: دیوانبگی، تیغت برا، دشمنت همیشه زیر پا باشد. محبت خان قاضی را در کنار گرفت و حال پرسی کرد: کسی به دولت ما کورنمکی کرد به مالک دوزخ سپرده شد.
سخنش را دوام داد محبت خان: از جهانگیر خودپرست بدذات هم خلاص شدیم. شکر خدا، احسن شاهم. خوشگپی کرد قاضی. این همه به طفیل ستاره اقبال توست، نباشد هیچ کس در یاد ندارد که جهانگیر در میدان مشت خورده باشد. خورشید شاه را به محبس بردند و نوکران به سربازخانه رفتند. قاضی و محبت خان تا صبح کاذب در صحن کوشک در هوای سیرون شب گردش و صحبت کردند. شاه نقشه نیست و نابود کردن دشمنانش را به تفصیل به دیوانبگی نقل کرد. دیوانبگی در تعریف شاه سخن بسیار گفت، ولی خیالش به آن بند بود که با کدام راه او را بکشد و قصاص قومش را بگیرد. کمی راحت کن گفت شاه پیش از آن که به شبستان رود و 50 نوکر را بگیر و به سرچشمه برگرد. 2 روز در آنجا باش، خلق را آرام کن، بعد بیا. آنهایی را که مقابلت میکنند بکش یا اسیر گرفته بیار، دستانم میخورند. البته شاهم با ممنونیت سرجنبان قاضی، زیرا خود هم به بهانه پیروزی پرره بر شورشگران 2 روز دیگر در سرچشمه ایستادن را التماس کردن میخواست. برای آنکه به سرچشمه دلکشان نبودن خود را به شاه معلوم نسازد گفت: ولی بسیار میخواستم که بحر پنجه را از بخشاریان خالی کنم. شاه خواهشش را رد کرد: این کار را البته میکنیم. در بخشار خلق قیامت جمع شده است، پراکنده شوند. بعد شاه به جای ختم سخن پنجهش را به شکل شاف به گردنش برد. قاضی نشخند زد و سر جنباند و گفت: البته گردن میزنیم. و پرسید: شاهم با این اسیر نو چیکار کنم؟ چند همراه دیگرش بیار، بعد مادر نبیند درد فرزند را. وقتی که این خیل مرتدها را با دست خودم بوغی میکنم، جانم آرام میگیرد. دود خانه را روزن می داند. از روزی که خونیاگر سال خورده از قلعه وامر با زن جوان برگشت، خانه اش گویا به مزار تبدیل یافت. از آن نه صدای دلنواز غژک می آید و نه آواز فارم سرودخوانی. تا محبوس شدنش شاه دوران یکه و تنها شوخی میکرد، سرود میخواند، ارغوش میرفت، معرکه های خرسندی مردم را به عید تبدیل میداد. در کدام سور اشتراک کند، کوه و برزن از تماشابین پر میگشت. آواز خوش و شادی برانگیزش شنونده را به وجد می آورد. غژکش نازکترین و باریکترین تارهای دل را به جنبش می آورد، روح را می نواخت، جانها را وجد می بخشید. روزی نبود که در خانه‌اش بزم برپا نشود. نه زن داشت نه فرزند، ولی نمی دانست که تنهایی چیست. احترامش چنان زیاد بود که حتی کاسه خوراکش را نمی شست. همسایه هایش چه خویش و چه بیگانه خانه و حولیش را می روفتند، کشتش را آب می دادند، میوه اش را می چیدند، غله اش را درویده می کوفتند، بام و دیوارش را هر سال انداوه می کردند. او به آدمان هنر خدادادش را تقدیم می نمود. آنها در عوض برایش یک نوع زندگی با رفاه مهیا کرده بودند. حالا چی؟ به قول در خانه‌اش بوم هم بانگ نمی زند. شادوران دیگر نمی خواند. انگار زن جوان او را قسم داده است که از بحر سرود و رقص گذرد. وقتی از محبس زندار شده برگشت، حتی روا ندانست که نزدیکترین همسایه ها را دعوت کرده نان بدهد. شاهدوران معرکه دوست و معرکه آرا آدم گریز و دروندار شد. زنش هم قریب به کوچه نمی برآمد. همسایه ها نیز پای رفتار را از خانه شاهدوران کندند. آنها نمی دانستند که با حافظ محبوبشان چه می گذرد. از شکست خاطری او به تشویش آمده بودند، اما چی کردن را نمی دانستند. برای آنکه به دل شاهدوران راه یابند، از سردار طبق مصلحت پرسیدند. وی که مرد روزگار دیده و خردمند بود چنین مصلحت داد: سازنده ما دچار کدام غم گران شده است، او را به حال خودش گذارید، نه او را نه زنش را تک‌پرسی نکنید. دود خانه را روزن می داند. شاهدوران در حقیقت اندوهی بزرگ داشت. همسایه ها از کجا می دانستند که گاه و ناگاه جاسوس شبانه از دربار آمده
به خانه‌اش می درآمد و می سنجید که زن و شوی در یک بستر خوابند یا جدا. حتی وقت به وقت از روزن هم شبانه هم بستر بودن یا نبودن آنها را نظارت می کنند. صاحب زن جوان شدن کار زشت به شمار نآید هم شاه دوران سخت غصه می خورد. وجدانش عذاب می کشید. خود را کوهری درگاه خدا و خلق رد همه گونه معرکه می شمرد. وقتی که با امر محبت خان بیجاده ماه 40 سال از او جوانتر را برایش نکاح کردند، از غایت شرمندگی قریب جانش می برآمد. صبحی که همراه عروس به خانه آمد، رویش به مثل لخچه می سوخت. می ترسید که مبادا همسایه آنها را ببیند. خیریت با کسی وا نخورد. مردم از دست بیداد نوکران محبت خان به هر کوه و سنگ گریخته بود. به خانه 8 ماه باز محکمش در آمد و اندکی به خود آمد. و دختر اشاره کرد که بر پوستک چهلک بشیند. دختر نشست و سر به زیر افکند و روی خود را با رویمال پوشاند. شادوران به لباس تازه و آزاده‌اش که در حرم سرای به او لایق دانسته بودند به اندام زیبا و قد رسای او نظر کرد و گفت: دخترم، انشاءالله از چنگ این ظالمان خلاص خوردیم. با شنیدن کلمه دخترم بند دل بیجاده ماه لرزید. نفس در گلویش رهگم زد. او هیچ گمان نداشت نخستین گپی که از زبان شوهرش میشنود دخترم باشد. لال و حیران رویش را نیموا کرد و به موسفید نگریست. شادوران به گپش دوام داد: تو هر کس که باشی خیلی اقبال کردی که از چنگ این گرگان به آسیب رها گشتی، لیکن دانسته باش که اکنون دختر قیامتی من هستی. من فرزند ندارم. خداوند بزرگ به چنین وسیله روا دانست که دختردار شوم. در دربار می توانستم که گردن شق شده نکاحشان را رد کنم، لیکن تو را دیده ظاهرا راضی شدم. اگر چنین نمی کردم این ظالم کافرخوی مرا می کشت و به سر تو نمی دانم چه بلایی می آورد. شادوران ریشش را عصبیانه چند بار کشید، گویا می خواست آن را بکند. چند قطره اشک از چشمانش جوش زده بر رخسار پراجنگش شارید. بیجاده ما نمی دانست چی گوید. چهره موسفید در نظرش یکباره نورانی تافت. گویا آفتاب از پس ابرهای ضخیم سیاه برآمد و روی او را منور ساخت. لحظه دیگر دختر ناخودآگاه از جا برجست، به گردن شاه دوران آویخت و هنگاس زنان دامن گریه را سر داد. آه پدر جان، چه انسان نیک و نجیبی هستی. من می دانستم که تو مرد خداترس و پاکیزه ای. های پدر عزیزم، من تو را دوباره یافتم. بله، آدم آبرومند به آبرویی کرده نمی تواند. دختر سر به سینه شاه دوران نهاد و گریست تا آخرین قطره آب دیده‌اش را بر ریش پهن و پریشان شاه دوران ریخت. شاه دوران هم خاموش اشک می ریخت و سر بیجادمای شوربخت را سیله و نوازش می کرد. همین طور زندگی دخوره شاه دوران و بیجادما آغاز یافت. از ترس جاسوسان شاه زیر یک بام بودند، ولی در مدت 6 سال پدر و دختر باقی ماندند. شادوران والدین بیجادم‌ها را خیلی خوب می‌شناخت. در نمازش به آنها دعا می‌کرد و از خداوند برای این روسیاهی آخر عمرش آمرزش می‌طلبید. بیجادم‌ها که استخوانش در مالداری شق شده بود، از خویش و تبارش در روزهای کلاغزغوز یکتایی بز و گوسفند و حتی غناجین طلبیده در مدت 2 سال روزگارش را خیلی آباد نمود. خانه پدری خود را هم از یاد نبرآورد. هرگاه 1-2 مرتبه آنها را می‌رفت، اما دلش نمی‌کشید که شبی را در داخلش روز کند. خاطره های مغشوش دلش را تله می‌کردند. سینه اش مالامال غصه درد یتیمی و فراق برادرش کمانگیر و عاشق صادقش دارابشاه می‌گردید. دختر نام دارابشاه را در نزد پدرخواندش به زبان نمی آورد. بارها از او سوال کردنی بود که در محبس با داراب نام جوان دچار آمده است یا نه، اما شرم و حیا هر بار او را از سر زبان آوردن این سوال باز می داشت. ماه‌ها و سالها گذشتند. بیجاده ماه 18 ساله به 24 قدم گذاشت، ولی مهر دارابشاه و آرزوی رسیدن به دیدار او ساعت هم دلش را ترک نمی کرد. وامر ولنگارو از اهالی قریب تهی گشته به تدریج باز آباد و سیرآدم شد. محبت خان حاکمیت را به دست آورده مدت در روشان استاد، کار را موافق طبع دل خود براه ماند و پسرش موجود خان را حاکم تعیین کرده خود به شغنان رفت.
تعقیب و فشار 3 سال رسا دوام کرد و در سال 4 اندکی سست شد. مردم فراری به خانه های خود برگشتند، ولی از دارابشاه و کمانگیر درکی نبود. شاه دوران به بیجادماه می گفت که تا محبت خان در سر تخت است کمانگیر بر نمی گردد. محبت خان کی از پادشاهی می رود؟ پرسید روز بیجادماه. شاه دوران خنده کرد و جواب داد: دخترم تا خدا نگیردش از او خلاصی نیست. خدا کی می گیردش؟ پرسید دلتنگانه دختر. روزی که در خانه خلق سور می شود، جواب داد موسفید. اهالی افزود بیجادماه هم به کوچه کمتر می برآمد. او از سوالهای مردم می ترسید. شوهرت چی خیر؟ برای چی شویت را در سورها نمی بینیم؟ شوهرت چند سال است و کلان؟ اینقدر سال اقلا یک بچه نزاییدی و مانند اینها. نه بیجادماه نه شاه دوران گفته نمی توانستند که آنها نه زن و شوهر بلکه دختر و پدرند. گاهی به حال خود می گریستند، گاهی می خندیدند. اما شاه دوران می گفت: روزی می رسد که خلق کی بودن ما را می داند دخترم. مایوس نشو، تا تو را به شوهر داده در صورت اشوله نخوانم دنیا را ترک نمی کنم. ما نزد خدای تعالی و مولای زمان راستیم. آدم راست همه وقت رستگار است. شاه دوران در نزد بیجادماه آشکار نکند هم درون غصه می خورد. از بحر معرکه های خرسندی بالکل گذشت. تنها به مراسم های عزا می رفت. غیژکش را به رباب عوض کرد و با آن مدحیه و نعت می سرود. در دل شبها بر می خواست، طهارت می کرد و رباب می گرفت و ناخون می زد. سرخبار مدحیه را با ربایی حزین شروع می کرد. بعد با آواز شیرین و بیغبارش به ستایش خدا و رسول می گذشت. می خواند و دانه های سریش از دیدگانش چون ذره های سیماب جوش زده بر رخساره هایش می دویدند. وقتی به آهنگ دلاشوب حیدری می رسید، چشمان مستش را پوشیده مستغرق عالم رویا می گردید. می سرود و از زیر انگشتانش نواهای طغیانی پر می کشودند و فضا را گرد گشته به قلب بیجادماه می نشستند. نواهای ملکوتی بیجادماه را از عالم خواب به دنیای بیداری می کشیدند. با لذت آنها چشم می کشاد و زیر لب به پدرخواند عزیزش هم آواز می گشت. آنها هر روز صبحگاهان را همین طور پیشواز می گرفتند. بیجادماه در این مدت تمام اشعاری را که شاه دوران می سرود از بر کرد. گاه و ناگاه اندرمان یگان کار به اختیار پاره ای را از یگان مدحیه زمزمه می کرد. روزهای هم در نبودن شاه دوران رباب گرفته در تقلید به او آهنگ را نواختنی می شد. اول ناعوده برا زخمه می زد، بعدها انگشتانش به پرده ها آشنا شدند و دختر نواختن آهنگ مرتب را یاد گرفت. روز شاه دوران به خانه در آمد و بیجادماه را مشغول نوازش یافت. دختر او را دیده از شرم سرخ شد و رباب را یک سوی گذاشت. شاه دوران دم حیرت زده در سر او ایستاد، ثانی رباب را به دستش داد و گفت: کنی نواز دخترم، در جان صدقه. نمیتوانم، سرخم کرد بیجادماه. توانستی کو؟ من شنیدم. اصرار کرد شاه دوران: نواز. شرمنده شدم پدر. عرق پیشانیش را با نوگ روسری پاک کرد دختر. نواختن چه عیب دارد؟ التماس بنواز. دختر گپ پدرخواندش را نشکست و آهنگ سبک رهپای را نواخت. موسوی حیران به او نگاه میکرد. خیلی خوب دخترم، آفرین. خرسندانه کف به هم زد شاه دوران. در رگ و پای موسفید گویا شرار جوانی افتاده باشد. چهره شکفت و قامتش راست شد. انگار کوزه پر زر یافته باشد. خوشبختانه ندا کرد: چه بخت بزرگ و اقبال بلند! یک عمر آرزو میکردم که پسری داشته باشم و هنرم را به او آموزم. خداوند مرا توفیق نداد. اکنون از دریچه دیگر به من نظر کرد. تو را به من رساند. شکر، هزار بار شکر. آخر من دختر وارثم پدر. میگویند که سرود و رقص کار زنان نیست. شاه دوران با مهر بی پایان به بیجادماه نگریست و گفت: ما را به این گپ ها چه مناسبته؟ به گپ مردم گوش، به دل خودت کار. گفتند: بنواز بسرای دختر جان، این را من پدرت به تو میگویم. بیجادماه رباب را جور کرد و به آهنگ درگیلک این ابیات را خواند: از پارکریز میست تا با تیام مچم ترپان هر سارت خام درگیل جراب ارگاک بیخ بر نیلای سازک لووم از درگیل
یارک غریب پاندین اندر از مجد اول یعنی است خبر در گیل. دختر می سرود و چشمانش نم می زدند. گاهی آوازش می لرزید. شادروان گوش داده دلش گاه غنچه می شد و گاه شکوفه. او درد ناسوری را در خوانش بیجادما احساس کرد. می دانست که از آواز خوش و نوازش خوب شنونده البته مفتون می شد، ولی چیزی که شنونده را به وجد می آورد درد نهان گوینده است. شادروان اندیشید که دختر درد جدایی برادر عزیزش را می نالد. او نمی دانست که بیجاده و جز درد فراق برادر درد جگرسوز دیگر هم دارد. دختر سرود را فرآورد و رباب را روی زانوانش گذاشت. چشمانش مالامال اشک امداد طلبانه و پدرخواندش دوخته شدند. شاهدوران سر او را به کنار گرفت و از پیشانیش بوسید و گفت: عالی جناب دخترم، خیلی عالی. 6 سال با همه من اکنون از هنرت باخبر شدم. چه انسان سنگدلی هستم خدایا، وای بر من بد دنیا بسرم. دختر از بهای پدرخواند به هنرش چنان شاد گشت که دستش را بوسید. هیچ باور نداشت که از سازنده و نوازنده نامی روشن زمین چنین بهای بلند میگیرد. من یگان هنر نداشتم، با توفیل تو یاد گرفتم جان، گفت بیجادما. شاهدوران رباب را 3 بار بالای سر بیجادما دور گردانده به دستش داد و گفت: خداوند چیزی از هنر به من عطا کرده بود به تو بخشیدم. روشن وطن سرود و رقص است دخترم. کیش ما کیش شادی و نشاط آوردن به دل و منزل خلق خداست. من دیگر آرمان در این دنیا ندارم. دختر رباب را چون کودک نوزاد به صندوق سینه‌اش پخش کرد و دامن گریه را سر داد. شادوران او را تنها گذاشت. همین طور در سال 6 همخانگی مجبوری بیجادما با رغبت تمام به سازندگی و نوازندگی دست زد. شاهدوران به دخترخواندش نواختن غیژک و حتی طرز ساختن زیل را هم یاد داد. تا رسیدن بهار وی در هنر تمام دست شد. روز شاهدوران از طاق کتابچه را گرفته ورق گردان کرد و گفت: دخترم، چشمانم خیره شدند، حرفها را به زور فرق میکنم. بیجادما به نزدش آمد، دیکک نشست و پرسید: من به تو چی یاردم کرده میتوانم پدر؟ حالا هیچ، لیکن در آینده میتوانی اگر خواندن و نوشتن را یاد گیری. دختر از غایت فرح از جایش پریده خیست. نخود چون این کار ممکن باشد؟ البته ممکن. من قلم و کاغذ یافته به تو خط و سواد می آموزم. تو باید کتابخوان شوی دخترم. با بیت هایی که از من آموختی پیش نمی روی. بیجادما بال و پر برآورد، از خوشحالی غیژک گرفت و سرود شوخی خون در رگهای آوازخوان سال خورده به جوش آمد. دف به دست گرفت و رقص کنان به بیجادما هم آواز شد: ای دل و دلدار گم کردم تو را، ای گلی بیخار گم کردم تو را، نوبهاری تازه بودی در بهار، کبک خوش رفتار گم کردم تو را. در خانه آوازخوان کهنسال شمع شادی و مسرت از نو فروزان گردید. شادوران به بیجادما در مدت 4-5 ماه خواندن و نوشتن را یاد داد. اکنون دختر 3 کتاب در تاقچه خوابیده پدرخواندش، 4 کتاب بیاض اشعار و 1 مجموعه مدیحه ها را خوانده می توانست. او به خواندن چنان دل بست که هر روز البته چند ورق می خواند و شادوران قرائت او را گوش کرده لذت می برد. ولی آنها راز این محفل انس خود را بیرون نمی برآوردند. می ترسیدند که باز بلای به سرشان نآید. بیجادما در بیرون با روی مال سر و گردنش را می پیچاند و کارش را انجام داده زود به خانه برمیگشت. شادوران هم اگر به کوچه برآید یا به خانه همسایه رود گره به ابروان میزد و به یگان صحبت همراه نمیشد. جاسوسان محبت خان در رفتار و گفتارشان تخلف آشکار کردن نمی توانستند. شاهدوران خردمند این نقش برایش آماده ساخته کارگردان سرنوشت را ماهرانه اجرا میکرد. خیشان منظرشاه. دهه یورخ در لب پنج پرتوغیان
در کوه دامنه های پرآورنگ روشان واقع گردیده از 25-30 خانواده عبارت بود. در پایان ده کول بزرگ با شفافی آینه منظره های گرد و اطراف را انعکاس نموده بیننده را مفتون اعجاز طبیعت می سازد. از آدمان دیده گویا پرنده ها به قدر حسن این نازنین بیشتر می رسند که 4 فصل سال پایشان از اطراف کول کنده نیست. در اینجا در موسمش سار، فاخته، بلبل، شانسر، چاکب، چند نوع کبوتر، کپک، تزرف، حتی لکلک و قوی هندی را دیدن ممکن است. مرغابی و سنگاودوک، سگابی و گنجشک و چند نمود مار مقیمان دائمی آنند. از میانه های بهار سر کرده تا آخر تیر ماه هر رهگذری که از جانب درواز به شغنان یا از شغنان به درواز می رود حتما در ساحل کول یورخ دم می گیرد. بعضی ها با نیزه چوبی، بعضی ها با دست ماهی گرفته هم بریان کرده می خوردند، هم با خود سوغاتی می بردند. خیر محمد چوب دراز نوکتیز را با ضربه نشان رست به بدن ماهی می خلاند و برداشته بالای برف تنوک ساحل می پرتافت. چون این طرز شکار به دارابشاه پسند افتاد. وی هم نیزه ساخت و به ماهیداری مشغول شد. ساعت نگذشته 60 دانه ماهی به دست آوردند. خیر محمد 6 نوده را از درخت برید و ماهیان را 10 تایی به آنها حمل کرده سر و دم نوده ها را به هم بست. در یورخ مول و گاو نداشته باشی با ماهی هم زندگی کرده ممکن بوده است، گفت خیر محمد. و چون این فراوانی در این کول ماهی از کجا پیدا شده باشد؟ با حیرت پرسید دارابشاه. من و تو در روشان از کجا پیدا شده باشیم، ماهی هم در کول همین خیل پدید آمده است، جواب داد خیر محمد و 3 حمل ماهی را به او داد و 3 دیگر را به کتف خودش گذاشت. این قدر ماهی را کجا میبریم؟ سوال کرد دارابشاه. به منت خانه، جواب داد خیر محمد. ما هم به دستارخوان چیزی گذاریم ثواب میگیریم. آبهای ما هم ماهی دارند ولیکن من ندیدم که کسی قپد. اندیشه تازه در سرش پیدا گشته را سر زبان آورد دارابشاه وقتی که به راه در آمدند. مردم ما همین خیل چیز تیار را نمی بیند، گفت خیر محمد. پشته و دره های ما هر خیل میوه و گیاه دارند لیکن خلقمان عقل نمی کند که بچیند و ذخیره نماید. خدا غممون را خورده نعمت داده است ولی ما استفاده نمی بریم. صحبت کنون به منزل رسیدند. در روی حولی آنها را صاحب خانه که دیروز 2-3 بار به منت خانه در آمده بود پیشواز گرفت. او با چهره کشاد و لبان پرتبسم مهمانان را به خانه در آورد. این سوغاتی را برای منت خانه آوردیم، گفت خیر محمد و هر دو بار خود را به کارسان کلان که زن صاحب خانه در را حاضر کرد نهادند. هزاران سپاس برادران، خرسندانه گفت زنک. این خیل مهمانانی خوشناموس بدهید شما. آش شود خواهر جان، لطف کرد خیر محمد. ما این گونه صاحب خانه مهمان نواز را بار اول میبینیم. زنک خنده بزیبی کرد و گفت از شیخ زاده منتدار باشه، نه از من. یک عمر روز 2-3 بار میپزم و هیچ نه که گوشت و آرد و روغنش کم شود. شیخ زاده؟ تکرار کرد خیر محمد. نامت شیخ زاده ها؟ ها، جواب داد صاحب خانه. نام شناس بسیار شنیدم، گفت خیر محمد و خیلی فکر کرد و افزود پدرم درباره شیخ زاده نام مرد قهرمان قصه هایی دارد. البته گفتگی است که به وامر هجوم کرده قلعه را تصرف نمود و شغنان را گرفته شاه را گریزاند. بله همین خیل میگفت. عجیب، من هم نام همان شیخ زاده مشهورم برادر عزیز. روزی که او شهید میگردد مادرم مرا به دنیا می آورد. خویش و تبار به افتخار بابایم نامم را شیخ زاده می نهند. برادر و خواهرم داری؟ یک برادر خرد دارم و 3 خواهر. برادرت علاهیده زندگی میکند؟ میکرد. با آهنگ حزن جواب داد شیخ زاده. حالا در غریبی است. او سر پایین کرد و پس از سکوت گفت شما هر دو آدم درست می نمایید، ولی جاسوس باشید هم حقیقت همین است که برادرم منظرشاه همراه یوسف علی خان در وامر قلعه بند شدند. از شنیدن نام منظرشاه به بدن مهمانان گویا سوزن خلید. اوهو، بگو که منظرشاه دلاور برادر توست؟ خطاب کرد خیر محمد و گویا دوست دیرینش را یافته باشد بغل فراخش را باز کرد و شیخ زاده را در کنار گرفت. چه پیش آمد عجیب و چه اقبال بلند. خداوند مرا راست به خانه مردان حقیقی رساند.
شنوندگان گرامی، شما گفتار رو از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیده. انجامی گفتار 24. برنامه را برایتان کارگردان زبدای محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.